قول دومی است که یجزم الکراهه، جایز است به امرای کراهت، مکروه و این حنبلی است. قول سومی است که انه لا یجزی، جایز نیست میگه، همین ششتن جایز نیست. چرا؟ لانه خلاف امر الله و رسوله، زیرا خلاف امر الله و رسولش است. و سیوم است که مکروه جدا است، اگر که یعنی گناهگار میشه کسی تو کنه. چند مرتبه مسح کنه؟ سوالی است. اگر که در حدیث ما شما خواندیم که یک مرتبه علی مسح کرد. علما اختلاف دارند در که چند مرتبه. دو نظر است از ائمه مجتهدین. قول اول است که یستحب التسلیس، مستحب است 3 بار مسح کردن، مستحب است، یعنی ثوابش زیاده. و این مذهب شافعی است. امام شافعی میگه که قسمی که دیگه هزار میشه سرم 3 بار مسح کنه. دلیلش چیست؟ دلیلش یک حدیثی است که در امام مسلم روایت کرده، میگه ان النبی صلی الله علیه و آله توضأ ثلاثا پیامبر صلی وضو کرد 3 مرتبه، یعنی 3 گفت، از این فهمیده میشه که سرم 3 مرتبه مسح کرده است. و دیگه حدیث عثمان به نزد ابو داود است که ان النبی صلی الله علیه و آله مسح برأسی ثلاثا، پیامبر سر خود 3 مرتبه مسح کرد، 3 مرتبه. و دیگه خوبی دلیل بزرگ شافعی مذهب است. دلیل دوم، نظر دوم علما میگن لا یستحب، مستحب نیست تسلیس 3. این مذهب جمهور، یعنی اکثریت احناف و مالکی و حنبلین و کلش. دلیلش چیست؟ حدیث امی که ما و شما خواندیم و مسح برأسی واحده، علی می سر خود 1 مرتبه مسح کرد، 2 3 نه. و دیگه حدیث عبدالله ابن زید بود، دو آمد ثم ادخل یده فمسح رأسه، دست خود داب تیر کرد، سر خود مسح کرد، فاقبل بهما و ادبر مرد. میگه تو از پیش روی و با از پشت آوردش. چه قسم مسح کنی؟ اینی تو بیار، ای تو شرط نیست که ای تو که آوردی پس ای تو پس بیارش خلاص. و همین قسم حدیث عثمان سابق دو حدیث بخاطر که همین تا آمده و غیره حدیث صحیح است که دو تسلیس یعنی 3 مرتبه یاد نشده در مسح سر، مثل که در غیرش، در غیر سر یعنی دست و پای و روی 3 نقل شده، در مسح سر 3 نقل نشده. و دیگه حدیث عبدالله ابن عمرو است که عربی میگه یک سرانشین کوچی یا یک اطرافی سال النبی عن الوضوء، سوال کرد از پیامبر از وضوء، فتوضا النبی، می پیامبر وضوء کرد. عربی آمده بود که بر ما وضوء را یاد بده. پیامبر وضوء کرد، فغسل وجهه 3، روی خود 3 مرتبه شست، و غسل یديه 3، دستای خود 3 مرتبه شست، و مسح برأسی، و سر خود مسح کرد، و غسل رجليه، و پای خود 3 مرتبه. ثم قال گفت هذا الوضوء، این وضوء است، فمن زاد، کسی زیاد کرد، فقط تعدى و ظلم، تجاوز کرد و ظلم کرده. رواه ابو داود ایران روایت کرده. و در حدیث سعید بن منصور آمده، در این حدیث می تصریح است که بیان او مسح رأسه مرة واحده، علی 1 مرتبه سر خود مسح کرد. فرسول توضأ امام الاعرابی بهذه الکیفیه، و پیامبر می پیش روی امی اعرابی سرانشین به می کیفیت که 1 مرتبه مسح کرد. پس این دلالت میکند که سر بیرون است از باقی اعضای بدن به شمار دیگه اعضای بدن 3 است، سر که است در 3 نمیاد 1 مرتبه. و دیگه سر مبناش به تخفیف است واقعیتا، فلا يقاس على الغسل، پس این به غسل قیاس نمیشه. المراد من المبالغه فی الاسباغ، یا هدف دو 3 کس مبالغه در شستن کامل شد، پس سر به او قیاس نمیتونه. و امام شوکانی هم که بسیار عالم کلام از کل دلایل جمع میکنه، این میگه که الانصاف، انصاف و عدالت است که ان حدیث 3، همین حدیث که 3 مرتبه است در مسح سر، لم تبلغ الى درجه الاعتبار، نرسیده به درجه اعتبار که انسان اعتبار کنه، حتی الزم تمسک بها، تا که لازم شد واجب شد مثلا چنگ زدن عمل کردن به این. چرا؟ لما فيها من الزیاده، بخاطر در این زیادت آمده. فالوقوف على ما صح من الاحاديث ثابته، آنچه که ما خبر هستیم از احادیث ثابته در صحیحین بخاری مسلم، قوی حدیث و غیر از این، حدیث عثمان، عبدالله ابن زید و غیره، هو المتعین، حين 1 بار متعین، لا سيما بعد تقییدی في تلك الروايات السابقه بالمره الواحده، خصوصا بعض روایات های حدیث است که 1 مرتبه مسح کرد، دیگه گپ خلاص 1 مرتبه. حافظ ابن حجر میگه که اگر که شافعی مذهب است، چی میگه ولی تو شافعی مذهب مقلد محض نیست و دلایل عمل میکنه. میگه و یحمل ما ورد من الاحاديث في تسلیس المسح ان صحت على اراده سبب المسح، حمل میشه آنچه که از احادیث در تسلیس 3 بار مسح آمده، اگر صحیح شود
یعنی بعض ضعیف گفته او را به اراده استیعاب بالمسح. او جایی که میگه سه آمده یعنی کل سر مسح کو کلش میشه یک دفعه تو شود دیگر دفعه تو شود یعنی سه کلش. لا انا مسحات مستقله، ای تو نیست که مسح مستقل بوده باشه سه مرتبه مستقل لجمیع الراس کل راس جمع بین الادله تا که می دلایل کلش جمع شد. خب امی کرد که گپ امام خدا اینجا رد کرد، قبول نکرد که امام شافعی سه گفته. اینمی اصل اینمیست، ما ائمه را کلش قبول داریم، نور چشم خود میدانیم، مجتهد میدانیم، علما بزرگا، اما اگر جایی که دلیل ندارن با گپشان عمل نمیکنیم، جایی که دلیل دارن این کل علما همینطور. این مثلا که هر عالم یاد میکنم همینطور عمل میکنه. بر شما گفته میرم که خوب برتون واضح شود. و از القول هو الصحیح، اینمی قولم صحیح است. صحیح نیست که یک مرتبه. جواب از دلایل قول اول چیز مثلا که این او حدیث که خواندیم که سه مرتبه، او رو چی جواب میگی؟ جوابش روایت مسلم که مجمل است، یعنی در روایت مسلم آمده سه ولی مجمل، روایت زیر ثلاثا آمده اما نگفته که سر هم سه. از او نمیفهمیده نمیشه که سر سه باشه، از او فهمیده میشه که دست و روی و پای سه باشه. و دیگه که روایت دیگه که در غیر مسلم است، دیگه کتابای حدیث او بیان میکنه که مسح تکرار نشده، پس حمل به غالب میشه. یعنی اکثر اوقات تسلیس که است خاص به مغسول است، به ششتن. هرچی حدیث ابو داود از عثمان که نبی مسح برأسی ثلاثا که پیامبر می مسح که سر خود سه مرتبه، فهو ضعیف، او ضعیف است. و حدیث که سه سراتن آمده ضعیف است، یعنی صحیح نیست. پس ما شما فهمیدیم که همو صحیح قولمی است که چند بار مسح کنیم؟ یک مرتبه سر. ابو داود می فرماید خودش در حدیث میگه و اما حدیث عثمان اصحا کلها تدل علی انه مسح الراس مره. خود ابو داود میگه حدیث عثمان که است میگه صحاح، یعنی بخاری مسلم حدیث صحیح است که کلش دلالت میکنه که مسح سر یک مرتبه. ابن قیم میگه صحیح است که انه لم یکرر مسح الراس، تکرار نمیشه مسح، بل اذا کرر غسل الاعضاء افرد مسح، اگر دیگه اعضا را تکرار کرد سر یک دفعه مسح. ولم یصح عنه خلاف البته، می خلاف از یک مرتبه از پیامبر صلی الله علیه و آله هیچ ثابت نیست. حدیث صحیح ثابت، حدیثی که صحیح باشه و صریح باشه. یک سوال است که حکمت است که چی است که مسح سر مسح میشه و ششته نمیشه، چی حکمت است؟ ما قبلا هم گفتیم، ولی شیخ ابن عثیمین میگه و انما اوجب الله واجب کرد در سر مسح را نشستن را غسل. چرا غسل کرد؟ یشق الانسان، سخت تمام میشه، خصوصا سر باید بوشی کلش آبش در بدن میره، در زمستانا خشات آدم بکشه، و خصوصا که اذا کثر الشعر که موی زیاد باشه او را که بوشوی دیگه چی مصیبت میشه. و کان فی ایام الشتاء، در روزای زمستان ایز بی خطا میکشه انسان. و اینمی تخفیف نعمت الله است که سر مسح میکنی. خب پس ما شما فهمیدیم در نتیجه که وضوء پیامبر چگونه بوده. از سه بار اضافه بازم برتان میگم که اضافه نشوه. و ان عبدالله ابن یزید ابن عاصم رضی الله عنه فی صفت الوضوء قال و مسح برأسه فاقبل بیدیه و ادبر متفق علیه. و فی لفظ بدا بمقدم رأسه حتی ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه. امی کیفیت مسح در این حدیث صریح آمدگی است. چه قسم مسح کنی؟ عبدالله ابن یزید ابن عاصم میگه در صفت وضوء پیامبر قال می و مسح برأسه، مسح کرد پیامبر سر خود را، فاقبل بیدیه، از پیش شروع کرد، و ادبر پشت بردش، متفق علیه. این حدیث تا پشت برد. و در لفظ دیگه میاد که بدا به مقدم راسی، و پیش شروع کرد. از اینجا شروع نکنی که از این سویسو بیاری، نه، از اینجا شروع کرد حتی ذهب به ما الی قفا، تا پشت سر بردش قفا. باز چی کرد؟ ثم ردهما، باز از اینجا به مکانی که شروع کرد پس آوردش اینجا. امی تو میبری پس میاریش، یکی پس آوردی از بغلا کلش چی میشه؟ کل سر مسح میشه. اینمی طریقه پیامبر. آل حدیث لفظ حدیث عبدالله ابن زید کاملا این قسم است که عبدالله ابن یزید میگه فی صفت وضوء پیامبر صلی الله علیه وسلم قال فاکفى علی یدی من التور، میگه آب گرفت از امو ظرفی که بود تشت یا فغسل یدی ثلاثا، دست خود سه مرتبه، ثم ادخل یده فی التور، بعد امو ظرف که بود کاسه و یا دست خود تیر کرد، آب گرفت کرد یک دست، فمزمز وضو کرد و استنشق،
و در بینی آب انداخت و استن سره خوب بینی خدا آبش بیرون کرد، آب بینی را 3 غرفات 3 غرفه میگه گرفت 3 دفعه. ثم ادخل یده با دست خود داخل کرد در آب فغسل وجهه 3 آب گرفت 3 مرتبه رویش. ثم ادخل یده با دست خود داخل کرد فغسل یده مرتين دست خود 2 مرتبه 6 الى مرفقین مرتين. ثم ادخل یده با دست خود داخل فمسح راسه سر خود مسح کرد فاقبل بهما از پیش شروع کرد و ادبر مره 1 مرتبه پس. ثم غسل رجليه الى الكعبين باردو پای خود تا کعبه. این کامل لفظ حدیث است که در بخاری مسلم و در روایت دیگه میاد که ثم مسح راسه و بیدی در 2 دستش مسح کرد. با 1 دست هم نمیشه، بعضیای تو میکنه. حالا تشیع مش میکرد 1 دست میکنم. یه دفعه دیدم فاقبل بهما و از پیش شروع کرد و ادبر پسر بود فبدا می شروع کرد بمقدم راسی از پیش شروع حتی ذهب بهما الى قفاه تا پشت سر آورد. ثم ردهما الى المكان الذي بدا باز دوجه پس آوردش از اون جایی که شروع کرده بود. پس ثم غسل رجليه با پای خود. یعنی کیفیت مسح پیامبر هم همینطوره. مشروع در کیفیت مسح راس در وضو چی است؟ مشروع است که شروع کنه از پیش شروع دستای خود بالا تا پشت باز پس در مصاحبه بیاره. امام نووی رحمه الله در شرح مسلم میگه که اتفاق العلماء علی استحباب بهذا الکیفیه. این کیفیت سنت و مستحبه، یعنی طریقه پیامبر. و این صفت آمدگی است مثل که در می حدیث آمد، حدیث باب بدا بمقدم راسی از پیش شروع کرد حتی ذهب بهما الى قفاه تا پشت سر آورد. ثم ردهما الى المكان الذي بدا باز آوردش تا جایی که شروع کرد. و دیگه حدیث معاویه است که انه توضا للناس بر مردم وضو کرد. معاویه رضی الله عنه کما را رسول الله صلی الله علیه و سلم یتوضا مثل که پیامبر صلی دیده بود وضو کرده بود. فلما بلغ راسه در سر که رسید می غرف غرفه من ماء 1 آب دیگه گرفت نو بگیری فتلقاها بشمالی می او را با چپ خود انداخت حتی وضع على وسط راسی با دست در وسط سر بان میگه حتی قطر الماء آب می قطرهش میریخت او کاد یقطر قریب بود که قطرهش بریزه. ثم مسح من مقدمه هی الى مؤخری باز از پیش روی تا آخر مسح و مؤخری و از پشت سر تا مقدمش آوردش. رواه ابو داود. یعنی دستایش قطرهای آب میره. و ان المقدام ابن مادی کربه رضی الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح راسي ووضع كفيه على مقدم راسي فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدا منه. رواه. دیگه حدیث یوم است در مباره کیفیت قسم مسح. مقدام ابن معدی کربه رضی الله عنه میگه که من رسول الله صلی الله علیه و آله وضو کرد هر وقت که در مسح رسید و وضع کفه دو دست خود از پیش روی گرفت تیرش کرد تا پشت سر باز پشت سر پس پیش آوردش نه مسح کردن. این ابو داود نقل کرده. این کیفیت اگر که میگه واجب نیست، ابن قدامه میگه که کیفیت الغسل یا مسح در وضو واجب نیست. واجب حصول ششتن است به نسبت به اعضای ششته شده و اصول مسح به اعضایی که مسح میکنه بر کیفیت باشه. لیکن شک نیست که تابعداری صفت پیامبر صلی الله علیه و آله که از پیامبر ثابت است این بسیار ثوابش بالا سنت است. واجب نیست اما سنت است و انسان ثواب میگیره. زیرا الله در قرآن میگه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی اگر میخواین محبوب الله شین تابعداری مرا بکنین یحببکم الله الله با شما محبت میکنه و یغفر لكم ذنوبکم گناهتان میبخشه. هر کاری که پیامبر کرده حسن در طریق عبادت. جواب از این روایت میگه چند قسم است. یک حدیث دیگه است که بعضی میگه چی جواب میگه که فاقبل بهما و ادبر پیش آورد و از شروع کرد تا پشت سر آورد. ظاهری روایت است که شروع کرده از پشت سر میگه شروع کرده است. جواب است که واو که از تقاضای ترتیب نمیکنه. خب فاقبل از پیش شروع کرد و ادبر با از پشت شروع کرد و یکون تقدیر ادبر و اقبل. تقدیر است که از پیش رو شروع کرد از پشت شروع کرد و از پیش آمد. و این حدیث در بخاری است در طریق سلیمان ابن بلال فمسح رأسه فأدبر به میگه او تو آمده که مسح کرد از پشت شروع کرد و اقبل با از پیش شروع کرد. دومی که اقبل علی البداء بالفعل یعنی آغازش از پیش بود و ادبر که از شروعش از بداعت به پشت بودگی است یعنی اولی تو آورده باز پس آوردگی است. این شروع فعل به ابتدا گفته میشه یا حمل میشه و بیان جواز یعنی اگر کسی تو بکنم از پشت بکنه جایز است. در حدیثی که در بخاری آمده. حکمت در مسح سر به می جهت چی است یا به می طریقه؟ حکمت است که کل سر شامل شه. کل سر خاک می باشه هر چی که می باشه یا کلش شامل. اگر نمی باشه آیا زن هم مثل مرد مسح خود سر مسح کنه یا نه؟ زن فرق میکنه.
مثل که حالا میگه نماز زن فرق داره نه، انشاءالله فسان میخوان الله بخواد. میگه بله مرد و زن در مصر مساوی هستند، زن هم که مثل مرد در صفت مصر. حالا بعضی زنها را ببینید چون که چادر دارن وقت پایین نمی عمق میکنن فلات پس چادر این صحیح نیست آخر پس بیاره، یعنی به خاطر سنت نیست این طریقه. سنت همیست که تا آخر ببری پس بیاری. اکثر زنها را دیدم می تو کده پس تاش کده، یا حتی اون کسایی که لنگی دارن واو می تو میکنن نه لنگی تا این سبان یا در بازی خوب چی کو پس لنگی را سر کو همی تو میکنه و پس اعلام میده. میگه فرض پورا شوا فرض نه و میگن فرض است که رو به رأس است چهارم به سه سر. خب اگر که یک حدیث دیگه هم هست که سر خود امامه مسح میشه انشالله بازو را گپ میزن. مرد مثل زن است، زیرا اصل در احکام شرعی ان ما ثبت فی حق رجال انت که در حق مرد ثابت شد در حق زن آمد و همین قسم عکسش است مگر به دلیل، تا که یک دلیلی که خاص کنه مرد و زن نباشه دلیل صحیح ما تخصیص کرده نمیتون. آیا واجب است تعمیم رأس بالمسح یا کفایت میکنه بعضش؟ اینجا سوال پیدا میشه. او ما که گفتیم رو به رأس آیا کل سر مسح کنیم یا می بعضش کفایت میکنه؟ واجب است که کلش مسح کنیم؟ علما اختلاف دارن که آیا واجب است کل سر مسح شود یا نه. بعد از اینکه اتفاق دارن به مشروعیت و فرض بودن مسح کل سر که مستحب است در اتفاق است، اما این که کلش واجب باشه در اختلاف است. قول اولی است که میوزی و مسح بعض رأس کفایت میکنه مسح کردن بعض سر، همین که یک سیشه یعنی همه قدر بکنی کفایت میکنه و این مذهب امام شافعی و اصحاب الرأی یعنی مذهب احناف است، مذهب حنفی. چرا میگه الله در قرآن گفته وامسحوا برؤوسکم مسح کنین سرایتان. قالوا الباب للتبعیض با میگه بر تبعیض یعنی بعض سرایتان با بر تبعیض. و دیگه حدیث مغیره ابن شعبه است ان النبی صلی الله علیه و مسح بناصیته ولا العمامه، رسول الله مسح کرد به پیشانی خود و به مو لنگی خود عمامه خود دستار خود. رواه مسلم، این حدیث هم در مسلمه. وجه دلالت است که فکون النبی صلی الله علیه و مسح علی ناصیته می پیامبر صلی الله علیه و مسح کرد به پیشانیش، این دلیل است که واجب نیست تعمیم را که کل سر مسح کنی در وضو، زیرا اذا وجب مسح جمیع رأس مسح جمیع رأسی لما اکتفا بالامامه البا. اگر واجب می بود مسح کردن کل سر باز کفایت نمیکرد، پیامبر صلی الله علیه و اکتفا نمیکرد به امامه دستار خود از باقی که دستار مسح کنه دیگه ش نکنه. و دیگه حدیث انس دلایل از اینا میگن قال رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یتوضا و علیه امامه قطریه یا قطریه فادخل یده من تحت الامام فمسح مقدم رأسی ولم ينقص الامامه. رواه داود. حدیث انس ابو داود نقل کرده میگه من رسول الله صلی الله علیه و سلم وضو کرد و به بالایش یک دستار آن بود. یعنی سکن دستار سنت است مستحب باشه دائم باشه. میتونه که برای نماز و هفتگی یک دستار چرک هفتگی و که میامور در سر میزنه و میره، میتونه دائم باشه کار خوب است افضل است بهتر است. اگر که می عمامه یا لنگی این سنت نماز نیست، سنت لباس است که لباس انسان میپوشه باشه. کسی عمامه را توهین کنه این خطرناک، یا بگوین که عمامه کلانا و چطور چنا، این صحیح نیست. این در حدیث مسلم آمد که به عمامه خود نه، حدیث صحیح است. و ابو داود دیگه انس میگه که من دیدم پیامبر صلی الله علیه و وضو کرد و علیه امامه قطریه. عمامه قطریه یا قطریه همین قطره میگه از یک کشور به یک منطقه بوده. فادخل یده دست خود می داخل کرد من تحت الامامه از زیر امامه فمسح مقدم رأسی با پیش روی سر خود مسح کرد ولم ينقض امامه را نقص نکرد، یعنی اوسو نکردش همون دورش دور نکرد، یعنی همیز فهمیده میشه که مسح کرده امامش نقص نشد. رواه ابو داود. وجه دلالت میگه است که انه نص صریح، این حدیث صریح است در اختصارش علی مقدم رأسی که هم پیش روی سر مسح کنه، همین یعنی جایز میشه، واجب نیست که کلش مسح کنه. مما یدل علی جواز الاختصار، جایز است که انسان اختصار کنه یا به می کفایت اکتفا بکنه علی بعض رأس فی المسح، که بعض رأس کفایت میکنه واجب. قول دوم میگه نه واجب است استیعاب جمیع رأس، کل سر واجبه، واجب یعنی فرضه. اینجا واجب چی نیست، ما که میگیم واجب یک واجب مذهب احناف است که اونا فرق میکنن، اینجا واجب گفتیم معنای فرض میته. خب مگر اینکه فرق باشه باز برتان میگم. هذا مذهب مالک و احمد. مالک و احمد ابن حنبل میگه کل سر مثلا نکردی وضو نشد، وضو که نشد نماز نمیشه.
بس باید دیگه ما شما دی باید یک چیز که اختلافی باشه باید ضروریش دیگه. حدیث باب است، یکیش میگه بدا به مقدم راسی دلیل شد، از پیش رو شروع کرد حتی ذهب بما الى قفا و تا پشت سر آورد پیامبر نه، ثم ردهما اما کیفیت مسح باز از این پشت سر آوردش الى المکان الذي بدا منه، با اون جایی که شروع کرد پس اونجا آوردش. وجه دلالت در حدیث که ان فعل النبی فی صفت وضوء فی بیان لما انزل الینا فی کتاب ربنا، بسیار دلیل قوی میگم فعل پیامبر در صفت وضوء پیامبری بیان است آنچه که با ما کتاب نازل شده از جانب رب. پیامبر امی و امسحوا برؤوسکم با ما عملا نشان داد چه قسم مسح کنیم، کل سر. این دلیل است با وجوب مسح جمیع راس و آیات خود مبهم است یا آیات خود مجمل است، اما تصحیحش پیامبر عملی نشان داد. دیگه ان هذا الذي ثبت عن النبي، این چیزی هذا هو این ثابت است پیامبر، ولم ينقل عنه انه اقتصر على بعض، از پیامبر نقل نشده که بعض مسح کرده باشه و بعضش نکرده باشه. شیخ الاسلام ابن تیمیه و غیره میگه که لم ينقل عن احد، از هیچ کس منقول نیست که انه صلی الله علیه و سلم اقتصر على مسح بعض را، که پیامبر اکتفا کرده باشه با مسح بعض سر، هیچ کدام نقلی وجود نداره از علما. و دیگه ای که قال ابن قیم میگه لم یصح عنه حدیث واحد، یک حدیث هم از پیامبر ثابت نیست، یک حدیث که انه اختصر على مسح بعض راس البته، که سر خدا بعضش مسح کرده باشه و بعضش نه، یک حدیث هم ثابت نیست. خب حالا میگیم که حدیث قبلی رو چی میگی که میگه عمامه نه، گپ عمامه بود که لنگی داشت پیامبر یا دستار داشت. و دیگه ای که دلیلی است که الله متعال میگه مسح در قرآن یاد کرده و معنای سر حقیقتا کل سر است، گفتم امسحوا مسح کنین سرایتان، اینا کل سر گفته، این تو نیست که بس. پس این تقاضا میکنه وجوب و فرض بودن مسح کل سر، و این قول صحیح است که فرض است. چرا؟ جواب از ادله قول دوم، او کسای مثلا شافعی یا احناف که گفته بودن نه، جواب از اونا چیست که بعض سر کفایت میکنه نه و گفتن رو به سر، خصوصا مذهب حنفی میگه که رو به چهارم مثل کفایت میکنه در واجب و فرض. جوابش چیست که آیت که اونجا آمده و امسحوا برؤوسکم، اونا یک دلیلشان بود که با بر تبعیض است. جوابش چیست که با بر تبعیض بعض نیست، انما هی للالصاق، این باز بر الصاق است که مثلا میکنی متصل سر بچسبان. خب جواب آیه خواهمی و جواب حدیث چطور است؟ اما حدیث فنقول انه ورد مع الامامه، این خب امرای لنگی آمده نه، لنگی یا دستار، فلا يتم الاستدلال، ایجا استدلال کامل نیست، صحیح نیست. چرا؟ لان المسأله بذر مع الامامه، اول الامامه هو مزول، مسح کردن بعض سر به امرای امامه میگه یا با بالای امامه، این مذهب اهل حدیث است. یعنی اهل حدیث این اهل حدیثی آل را نمیگه، محدثین نمیگه. خب این مذهب اهل حدیث یعنی محدثین است که اگه امامه بود بعض سر مسح میشه، زیرا پیامبر در امامه میتو کرده، بدون امامه نه، بدون امامه یا بدون چیز که است، بدون دستار این جایز نیست که بعد سر مسح کنی بدون دستار. آیا دستار بود و مسعیز که این سر عمامه رو کش میکنی کم میشه خلاص. ابن قیم رحمه الله در زاد المعاد میگه لم یصح عنه صلی الله علیه وسلم فی حدیث واحد، در هیچ حدیث یک حدیث هم ثابت نیست انه اقتصر که پیامبر صلی الله علیه وسلم اکتفا کرده باشه، کوتاهی کرده باشه علی مسح بعض رأس البته، با مسح کردن بعض سرش البته یعنی قطعی یک ثابت، لکن کان اذا مسح بناصیتی اکمل علی الامام، اگر سر پیشانی خود مسح میکرد بازو را کامل میکرد به عمامه، یعنی سر عمامه میامد، سر عمامه کشش میکرد، همین تو سر عمامه کرد. شیخ ابن عثیمین در شرح ممتع میگه، شرح ممتع جلد 1 صفحه 87 ولو مسح بناصیتی فقط، تنها موی پیشانی را مسح کرد دون بقیه الراس، دیگه جای سر مسح نکرد، فإنه لا یجزئ، اجازه نیست کفایت نمیکنه. چرا؟ لقوله تعالی و امسحوا برؤوسکم، الله میگه کل سر مسح کنین و نگفته که به بعض رؤوسکم. اگر الله بعض میگفت که امسحوا به بعض رؤوسکم. و امی صحیح است که اگر عمامه بود خب گپش جداست، او که کم سر مسح میشه، سر عمامه کش میکنی خاطر که عمامه خراب نشه. اگر که بهتر است که عمامه رو مسح کنی، اگر عمامه نبود باز کل سر مسح میکنی. و عن عبدالله بن عمرو فی صفت الوضوء ثم مسح، عبدالله بن عمرو
في صفة الوضوء ثم قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه الصباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود النسائي و ابن خزیمه. عبدالله ابن عمر در صفت وضوء پیامبر صلی الله علیه و نقل میکنه. این یک چند چیز مانده که گوش چطور است، نه گپ گوش مسح بکنیم نکنیم. قال می ثم مسح برأسه، با مسح خود مسح کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم سر خود است و ادخل اصبعیه، داخل کرد اردو انگشتای خود را از صباحتین، انگشتای صباحه را، مو انگشتی که نزدیک ابهام وسطا است، یعنی اینی را فی اذنه در گوشای خود و مسح به ابهامه، و مسح کرد با ابهام خود ظاهر اذنه، ظاهر گوشای خود را. اخرج ابو داود نسائی و صحیح ابن خزیمه. این حدیث صحیح است. میگه و ادخل اصبعیه، داخل کرد هر دو انگشتای خود را. اصبعین این تصنیه اصبع است. اصبع یکی از اطراف کف میگه، اینی کف یکی از طرفش، یکی از اطراف قدم میگه، قدم پای. مراد در اینجا انمله سران انگشت و این راس، اینی سر انگشت، اینی را میگه. صباحتین تصنیه صباح است. این امو اصبعی را میگه که در بین ابهام و وسطا می باشد، یعنی اینی وسطا است، این ابهام در بینش، این را میگه داخل کتیره. و قیل لها ذالک میگه گفته شده که لانه یسبح بها، چرا میگه ایره سباحه میگه؟ به خاطر به این تسبیح گفته میشه، یعنی در اشاره. ولی انه اشاره به این سبح، در وقتی که یک کسی تسبیحات تحیات میگه، در وقتی که دشنام میته یکم طوره که دا اینطور میکنه، اینطور میکنه نه، و در وقت تسبیحات اشاره که میکنه نه، اینطور اشاره میکنه. باز اینجا میاد که داخل کرد اصبعی سباحه، یعنی اردوی زیر داخل کرد در اذنه و مسح به ابهامه ما، ابهام اینی را میگه، اینطور کرد، اینطور پشت را مسح کرد. تصنیه ابهام اما اصبع غلیظه خامسه پنجم میگه از اصابع اینطور کرد. یکم تا میگه اینطور کمک تا مولای صاحب سابقا مرا میگفت اینطور کمک، گفتم این سختش کردی خود سخت میشه، نه گفتم این بهتره. دلیل گفت که کدام کتاب دیده بود ماشیشه. من گفتم کدام کتاب دید، سر مردم قدر سختی میاری. لفظ حدیث کاملا اینطور است. عمرو بن شعیب عن نبی عن جده، حدیث صحیح میگه ان رجلا اتى النبی، یک مرد پیش پیامبر آمد صلی الله علیه و سلم، فقال یا رسول الله کیف الطهور، چه قسم وضو می شود؟ یاد بده به من. فدعا بماء، پیامبر سم آب طلب کرد، فی اناء در یک ظرف، تو بیا که به وضو نشان بده. فقط سر کفه ثلاث، هر دو کف دست خود 3 مرتبه شش، ثم غسل وجهه ثلاثا، روی خود 3 مرتبه، ثم غسل ذراعه ثلاث، دستای خود تا بند دست 3 مرتبه تا آرونجا، ثم مسح برأسه، با سر خود مسح کرد. فادخل اصبعی سوا، اما که مسح میکنی که تمو وقت امو آب میتونی که آب مستقل بگیری. خب باز چی کرد؟ می فدخل اصبعی، اردو انگشتای سباحتین داخل کرد در اذنای خود و مسح به ابهامه، با ابهام پشتش علا ظاهر، و ظاهر اینی پشت میگه، این طرف که تازو چیز کرد مسح کرد. و به سباحتین باطن است، با سباحت باطن گوش، باطن این داخله، با کتینا باطن مسح کرد، کتینا ظاهره پشت گوشه مسح کرد. باز چیکار کرد؟ ثم غسل رجليه ثلاثا، باز پای خود 3 مرتبه شش، ثم قال گفت هكذا الوضوء، این وضو. فمن زاد على هذا و نقص، کسی ازی زیاد کرد یا کم کرد، فقط عصا و ظلم، بد کرده و ظلم کرده، او ظلم و عصا، یعنی اگر 3 بار زیاد کردی گناهگار میشی، حرام مرتکب. حدیث سندش حسن است، لکن لفظ و نقصه شاذ، صرف نقصیش صحیح نیست، اما ازادیش صحیح است. خب اینال سوالی است که حکم مسح اذنین چی است در وضو؟ علما اختلاف کردند. قول اولی است که واجب است، مسح هر دو گوشا میگن واجب است. علما اختلاف کردگیستند در این به 2 قول. قول اولی است که واجب است، یعنی امی مسح گوش هم میگن واجب، و این مذهب حنابلة است، یعنی احمد ابن حنبل و حنابلة و بسیار مردم است در این مذهب. چرا می الله در قرآن می وامسحوا برؤوسکم، مسح کنید. وقد جاء فی الحدیث ان الاذنان من الراس، در حدیث آمده که می گوشا در سر داخل است. الله در قرآن می سر مسح کنید، گوش هم داخله. وقتی که گوش داخله، سر که مسح کنی گوش هم بکنی. خوبی هم یک دلیل قوی است. و دیگه از عبدالله ابن عمر حدیث می نقل است، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الاذنان من الراس هنا.
اذنان از جمله سر است، یعنی در سر گوش داخل است. رواه ابو داود تیره و هذا الحديث مختلف في صحته، در صحتش اختلاف، لكن جا آمده است ابن عمر انه قال الاذنان من الراس، گوشا از جمله سر است. این عبدالرزاق به سند صحیح نقل کردگی است. وقتی که گوشا از جمله سر باشد، امر به مس سر، امر به مس یزی آمد، نه مس سر که واجب بود، گوش آمد، زیرا گوش از جمله سر است، جز سر است. و دیگر دلایلی است که قول سوسم اذا توضأ العبد المسلم، وقتی که بنده مسلمان وضو میکنه فمزمزه و تم مزمزه آب در دهن میپرته، خرجت خطایا من فی، خطایا دهنش بیرون میشه، گناهی که به دهان کرده، نه غیبت کرده و دروغ گفته یگام کارا. فاذا مسح برأسی، وقتی که سر مسح کرد، خرجت خطایا من رأسی، می سرش بیرون میشه، حتی خرج من اذنی، از ام گوشایش هم که یگام گناه را شنیده امو گناه بیرون میشه. رواه مالک، امام مالک روایت کرده. فقول حتی تخرج من اذنی، از گناه از گوشان بیرون میشه، دلیل است که اذنین گوشا از جمله سر است. فیکون حکم مس راس، مس گوش مس سرام میشه. این قول اول. قول دوم، مسش میگه مستحب است، واجب و فرض نیست. خب حنابلة میگه کسی سر گوش مس نکرد هیچ وضوش نشده، نمازش هم نشد. جمهور علما احناف مالکی شافعی اینا میگن نه مستحب است، واجب نیست. دلایلشان چیست؟ دلیلش حدیث عثمان در صفت وضوی پیامبر، حیث لم یذکر المسح علی الاذین، به اونجا که آمد عثمان وضو کرد، اما در حدیث نقل نشده که گوشا را مسح کرده باشد. و سیاق که در بیان صفت وضوی پیامبر است، و در اونجا وضوی پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل شد، اما گوش نشد. واقعا در اونجا گوش یاد نشد، اما حدیث اولی که ما شما خواندیم در بخش وضو. ثم قال می عباس گفت که من توضا نه وضوی هذا، عثمان گفت کسی مثل وضوی ما وضو کنه، و هذا الوضو اینی میگه وضوی پیامبر است. و این دی وضو میگه مس اذنین نامده، که نامده از این فهمیده میشه که فرض نبوده. و همین قسم حدیث عبدالله ابن زید در صفت وضو که لم یذکر المسح علی الزوجم، در حدیث عبدالله ابن زید مسح با اذنین ذکر نشده، فقط عدم ذکر یا دلیل میگیرد. میگه ولم یرد فی السنه ان النبی صلی الله علیه و آله امر بمسح، در سنت نامده که پیامبر امر کرده باشه به مسح اذنین، و ما نقول عنه مجرد فعل، آنچه که از پیامبر نقل شده فقط عمل پیامبر است، دیگه امرش نیست. خب راجح چی است؟ بهتر کدام دو قول میگه راجح قول اول است، مذهب حنابلة. دلیلش چیست؟ اون پیامبر میگه گفته که مسح گوش که است از جمله چیه؟ سر است وقتی که تو باشه. خب اما میبینیم که کسی اگر دلایل دید قناعتش به او حاصل شد، واجب نمی باشه. اگر قناعتش به او حاصل شد و نه، ام بهتر است که از جنجال برای ام سرم چی کنی یادت نره دیگه، مگر اینکه یادت بره گپش جدا مسح کنی. صفت مسح با اذنین چه قسم است؟ ایت خل اصبعین سبابتین، اصبعین دو انگشته که سباحتین است، فی سماخه اذن، در سوراخ‌های گوشت، لمسح باطن ما، ایتو بر مسح باطنش، و یمسح ابهامیه ظاهر، ابهامی ظاهرش ها و داخلش ها اینیا بکنه، ایردا. در حدیث باب وقت خل اصبعی اردو انگشتای خود داخل کرد سباحتین در اذنیش در گوشش، و مسح به ابهامی ظاهر اذن، و به ابهامش اینا که است ظاهر گوشای خود مسح کرد. و حدیث مقدام ابن معدی کربه است که ثم مسح راسه، سر خود مسح کرد و اذنی گوشای خود ظاهر و باطن، ظاهر و باطنش. رواه ابو داود، این ابو داود نقل کرد. و حدیث ربیع حدیث صحیح است که به اذنیه هر دو گوشای خود کلتای مازور ما بود، ظاهر و باطنش هم میگه مسح کرد. در این حدیث میگه امام نووی میگه و سنتی است، چون که شافعی مذهب است، و این در جمله کسایی است که مسح گوش واجب نمیدانه، فرض نمیدانه. این میگه سنتی است که ایم سه ظاهر ما، ظاهرش و باطنش هر دوش مسح کن. یگام تا تو میکنه و سنش نمیکنه، این صحیح نیست. ظاهرش مایلی راست، آنچه که نزدیک متصل سر است، نه این نیست، اینی پشتشه. و باطنش که مایلی وجه که میگه نزدیک روی است، بر روی نزدیک است. کذا قال و زمیری، ام قسم سیمری میگوید و آخرون و واضح و موازی است، یعنی على لغت. و هرچه کیفیت المسح است، فقال امام الحرمین امام غزالی جماعت دیگه بیدخلوا مسبحته فی سماخه، این مسبحه را در سوراخ‌های گوش داخل کنه و یدیر ما دورش بده، ایتو کنه علامات فی
با معاطف و یمر الابهامین علازو و ابهامین در پشتش دور بده در مجموع نخل. در موضوع فقهی هم آمده مسنون میگه در مسش است که یدخل سبابتین مرد صابر در فی سماخیه ما در سوراخای گوش داخل کنه و یمسو به ابهامین ظاهرم و به ابهام ظاهرش مسح کنه. ولا يجب مسح ما استتر من الوزین بالغضاریف. میگه واجب نیست که مسح آنچه که پت است از گوشا غضاریف، یعنی کدام چرکی اگر پت باشه او واجب نیست که او بکشی دست داخل کنی، این واجب نیست. زیرا راست که است و الاصل سر اصل است، می واجب نیست مسح آنچه که پنهان شده با موی، این دیگه واجب نیست. یا ای که بیخی پشت اینجا این طرف را پس اذن کفایت میکنه که مو مسح شد. ابن قیم و کان یمسح اذنی مع راسی، ما پیامبر مسح میکرد اردو گوشه خود با امرای سر و کان یمسح ظاهر و باطن و ظاهرش مسح میکرد. شیخ ابن عثیمین رحمه الله میگه مسح اذنی کیفیتش است که داخل کنه دستای سبابته را ما بین وسطا و ابهام، که آنچه که در بین وسطا و ابهام است اینی را اینو داند. فی سماخ اذنیه در سوراخ‌های گوشه خود دون یرسهما غیر از اینکه بسیار پچقش کنه حتی تتعلم اینقدر پچق نکنه که اوگار شه، اما تو عادی باشه. اگر یکم تو بسیار پچق کنه یدخلوا فی السماخ داخلش کنه بیخی در بین گوشه بگه باش که چرکای داخل هم بکشم. ابهام کس میگه یمسح بی ظاهر گوشه را ما و صفت التي تلی الراس و این صفتی است که صفحه ظاهر گوش چی را میگه مصفحه است که نزدیک سر است. فایده است که اذنین تمسحان جمیعا هر دو گوش مسح میشه ولا یقدم الیمنا علی یکیش به دیگهش تقدیم نمیشه، هر دوش همزمان. این نیست که اولی را باز میشه. اینجا یک سوال بسیار مهم است که مسح گردن چطور؟ سوال بعضیا گردن رو مسح میکنن باز ایتو میکنن بازی تو میکنن 3 دفعه دیگه هم نه کارای میکنن 3 دفعه با ایجار رو ماچ میکنن. این ماچ کردن خب بدعت است، گپ در گردن است که گردن رو چیکار کنیم. لا یشرع مشروع نیست، جایز نیست مسح گردن. خب دلایل پسان میگیم کسایی که میگن که گردن چیز کنی مسح کنی دلایلشون ضعیف است. شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه لم یصح عن النبی صلی الله علیه و سلم به صورت صحیح از رسول الله ثابت نشده که انه مسح علی عنقی فی الوضو که گردن خودم مسح کرده باشه در وضو. و یک نعمت آمد در سردی بسیار سخت است که میاد سرده در پشت سر بزنی تو سخت تمام میشه. بل ولا روی عنه ذلك فی حدیث صحیح، هیچ کدام حدیث صحیح روایت نشد. بل الاحادیث صحیحه التي فی صفت وضوء النبی صلی الله علیه و سلم لم یکن یمسح علی عنق. حدیث صحیح است که در صفت وضوء پیامبر آمده که پیامبر هم گردن مسح نکرده. ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء، می مستحب نگفته جمهور علمای را، لم يستحب جمهور العلماء كمالك و شافعی و احمد فی ذلك. امام مالک، امام شافعی، احمد ابن حنبل عند مذاهب چارگانه یا نگفتن. و من استحبه فاعتمد فيه على اثر یروى نبی، کسی که مستحب گفته اعتماد کرده به یک اثر هم روایت صحابی را میگه که روایت شده از ابو هریره رضی الله عنه، یا او حدیث یضعف نقله، حدیثی که ضعیف شده نقلش، انه مسح راسه حتی بلغ القذال، می پیامبر مسح کرد تا اینکه در قذال رسید در گردن. و مثل ذلك لا يصل عمدتن، میگه دلیل شده نمیتونه. ولا یوارث ما دلت علیه الاحادیث الصحیحه، احادیث صحیحه را میگه معارضه کردن نمیتونه، مقابله کردن. و من ترک مثلا نقف وضوء صحیح به اتفاق، کسی که میگه ترکت مسح گردن را وضوء صحیح است به اتفاق علما. اما دیگه کسایی هم که میگه و میگن صحیح است. مجموع الفتاوا، یعنی اینا گردن از جمله سر نمیدانند، گردن جداست. و هرچی حدیثی که میگه یک حدیثی طور است که انه صلی الله علیه و سلم مسح راسه حتی بلغ القذال و هو اول قف، میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم مسح کرد تا اینکه مسح در قذال رسید، یعنی اول قفا یعنی اول گردن تا اینجا رسید. میگه رواه ابو داود را نقل کرده و ضعیفه. یکم تا میگه سر مسح کنید دست پشت که رسید هم صحیح میشه. میگه زي قال نووي میگه و هو حدیث ضعیف بالاتفاق، به اتفاق محدثین این حدیث ضعیفه. ابن قیم میگه ولم يصح عنه في مثل نق حدیث بت، هیچ کدام حدیث قطعی ثابت نیست. شیخ ابن باز میگه لا يستحب، نه مستحب ولا يشرع مسح اونو، مشروع نیست مسح گردن، و انما مسح يكون للراس، مسح بر سر می باشه، و الزنین فقط گوشا فقط، کما دل على ذلك الكتاب و سنه، مثل قرآن سنت به این دلالت میکنه. خب اگر کسی گفت که امی حدیث ما تحقیق کنه کدام حدیث صحیح پیدا کرد، صحیح
با ما بگوید ما کدام حدیث صحیح ما حدیث صحیح وجود نداره بنان ولی اگر کسی فکرش نبود تحقیق نکرد میگه می حدیث صحیح است میکنه او را ما بدعتی گفته نمیتونیم که مبتدی است مگر اینکه برش بفهمانیم که حدیث ضعیف بازم اگه او عمل کنه باز گپش شداست. خب ما شما تا اینجا وضوی پیامبر سسم طریقیش بسیار به صورت کامل خواندیم و حدیث دیگه است که اگر یک کسی از خوابش بخیزه چی کار کنه. پیامبر هم میگه که 3 بار در بینی خود آب پرته به خاطر که شیطان در اینجا جای میگیره. این گپش پسان است. وقت ما شما پر شد الله توفیق عمل نصیب کنه. صلی الله علی نبی محمد و علی آله و صحبه.